بسم الله الرحمن الرحیم. بیدار شوی دل که جهان میگذرد، بیدار شوی دل که جهان میگذرد، وین مایه عمر رایگان میگذرد. در منزل من مخسب و غافل منشین، از منزل عمر کاروان میگذرد. برادر عزیز من، کاروان عمر تو به پایان رسیده ایستاده است. روزی به منزل میرسد، باز تو در دار دنیا مانده ای. جوان نازنین، جوانی که ما برات یک سخن زیبا میگم. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که هر آینه محبت دنیا، دارایی دنیا چشم دل شما، چشم سر شما را کور میکند و شما را از یاد خدا و رسول دور میکند. دنیا دوست داشتنی نیست برادر جنتی من. و این بدان که عزیز خدا محمد صلی الله علیه و سلم برای من و تو این خبرها را گفتند و برفتند. برادر جنتی من، پیش مردم کج مکن گردن که حیرانت کند، آبرویت برده و بعدم پشیمانت کند. سفره دل باز کن در حال و در وقتی سجود، پیش الله کن گدایی تا که سلطانت کند. ای سایلی گدا به در شاه ناله کن، تا رحم پادشاه به حال گدا شود. سلطانی میخواهی، خدا برای سلطانی داده است. سلطنت میخواهی، خداوند برای سلطنت دنیا و آخرت داده است. حکومت میخواهی، خداوند حکومت دنیا و آخرت برای مبارک کرده است. میدانی که پروردگار رب العزت در جمع ملائکه گفت که من خلیفه ای را در زمین قرار میتم که اون بندگانی من هستند، بندگانی صالح و با تقوای من هستند. برادر عزیزی من، جوان نازنین، بس است آخر. رو به درگاه خدا بیا، کرم بین لطفی خداوندگار. گناه بنده کرده است او شرمسار، گناه را من و تو میکنیم او پروردگار از من و تو شرم میکنه. میدانی که چقدر پروردگار مهربان است، میدانی که چقدر پروردگار بنده نواز است که من و تو را دوست میدارد. برادر عزیزی من برات میگم که به امید عمر دو روزه نشو که عاقبتش تمام شده نیست. میدانی که روز جسدی زیبای تو را صدا میزنن که فلانی غسال بیار، فلان کسی که بدنی میت میشود، از بدنی زیبای تو با دیگر دستها شسته میشود. دیگر خود شسته نمیتانی، جسدی زیبای خودت دیگر شسته نمیتانی و دیگر اون لباسهای زیبا رو در تن کردن نمیتانی. میبینی که بدنی تو را میشوند و میبینی که در تنی تو کفن میکنن و میبینی که تو را میبردارن و به سوی عالم قبر میبرن. برادر جنتی من، در دار دنیا غم مخوراخی، تو غمخوار داری، پس او غمخوار غم بخور و به درگاهش دست ببردار تا که نجات بیابی. غم مخوری بنده غمخوارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روزه هر کجا خاکی برو، بازگشتی آخری کارت منم. هر کجایی که میره بازگشتت به سوی پروردگار است، به سوی او پروردگاری که منو تو را خلق کرده است، به سوی خدایی که منو تو را رزق داده است. بازگشت ما به سوی همون پروردگار است. پیش از اونه که ما به نزد او پروردگار میریم، باید به عمل صالح دست بزنیم، عمل هایی که نجاتی منو تو باشد، عمل هایی که بعد از درگذشت منو تو ما را به نیکی یاد بکنن. برادر عزیزی من، از هر تا و بیگاه در صحبت هستی، در سطرهای تلفن به هر گوشش میدرایی، یک بار به صفحات قرآن نظر نکردی، عمر خودت بیهوده ضایع کردی. برادر جنتی من، بازم برات میگم که این فراموش نکن که از این بیخبری تو روز پشیمان میشوی. در دور حیات رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک جوان نزد رسول الله آمدن، گفتن ای پیامبر، برای چه خدا من نمیزند؟ همه ثروت مال و اموال دارم، نیکو خدا من نمیزند، گناه میکنم، تمام عمل میکنم، خدا من نمیزند. خنده کردن. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ سکوت کردن و بعدن گفتن که خداوند تو را گمراه کرده است که یاد خدا کردن نمیتانی. این زدن خدا هست. خدای ما را گمراه نکن. الها واقفی بر حال و زارم، همه دانی که جست و کس نداریم. الها گر برانی ور بخوانی، همه چو بنده ای به اختیاریم. الها گر نباشد توفیق است و میان آتش دوزخ گماریم. پروردگارا توفیق رفیق ما بندگانت بگردان.